قرآن را تقسیم کرده ختم کردن، یعنی قرآنی پره را برای مثال دوستان تقسیم کرده در حق یگان کس بخشیدن. دویمش یعنی کتاب перевод شده، کتاب قرآن را переводش تاجیکیش را ختم کردن ممکن است یا نه؟ ترجمه قرآن رو خواندن این برای علم گرفتن، دانش گرفتن میشد و علم گرفتن بهترین عبادت است. خاصتا اگر تفسیر باشد، مثلا اگر به زبان روسی خوانید همون ترجمه کلیانوف بود که باید ترجمه نیسته کلیف ترجمه نه، کمتر تفسیرش است. کمتر تفسیر یعنی ترجمه، شما از ترجمه بسیار چیز نمیفهمید، چون که اینا کوشش کردگی که همون یک صحیفه قرآن رو در گردی همون صحیفه ترجمه کنن، به همون ورق جایگیر کنم گفته کوشش کردگی که کوتاه ترجمه کردگی، نمیفهمید که گپ درباره چی و مقصود این آیت چی است تا تفسیر نباشد. یعنی کمتر آیت وسیع نکند، به زبان غیر عربی فهمیدنش دشوار است و مقصد از این ترجمه های خواندن یک چی حاصل کردن علم است. بله علم ثواب است، لیکن او مانند ختم قرآنه که قرآن خودش خوانده ثواب میگیرید به هر حرفش، این خیلی نه. برای علم ثواب میگیرید، یعنی بی ثواب نیست، لیکن او نامش ختم قرآن و خیلی چیز گفته نمیشد و علم است و بسیار ثواب عظیم دارد. خب مسئله دیگر این که اگر خواهید که مثلا به یگان آدم فایدهتون رسد، خیر قرآنی کتابی قرآنش نداشته باشه قرآن تحفه کنید، قرآن یا اینکه ترجمه قرآن یا تفسیرش یا یگان کتاب‌های علمی فایده‌ناک تحفه کنید تا اینکه واقعا هم ثواب گیرید و هم تحفه کردگی. تحفه کردن خوب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم تهادوا گفتن، به همدیگر تحفه دهید، تهابوا همدیگر رو دوست می‌دارید گفتن. تحفه دادن خوب است و هم یعنی که تحفه میدید هم هدایت میدید و خونده بهره میبرد، وای نخواند فرزندش میخواند، همسرش میخواند. این کارهای خوب است. اما آنی که خواندید و ثوابش به خودتان ذخیره کنید. ثواب چیزی آدما میدادگی چیز نه، پول چیزی میدادگی آدما نیکی میکرید، پول دید، معامله نیک کنید. انا دینه من درباره صف گپ زدم، یک آدم نوشته است که من از روی احترام کلان سالا و جامعه میتیم. از روی احترام مو автобус анда جاتته معرکند اشتی یک کلان سال آمد فرو جاتته صف پیش نته قربت به الله تعالی حرکت کن که یگان کس توی نگذرد نزدیک شدن به الله تعالی. این ثواب قرآن نته به یگان کس. در مسئله نزدیک شدن به الله تعالی به یگان کس اجازت نته که از تو گذرد. در مسئله های دنیا بله پایان بشین، همه بالا گذران، автобус در راست است، آدمایشینا فهمی ناز درست فهم کنید آن برادرها. شما پول نمیتیتون، جاتون نمیتیتون، автобус آنده ثواب میتید. این ثواب چیزی میدادگی نیست. حتی بعض علما مسئله نماز به امامتی گذاشتنه، امامتی گذاشتن هم نته دیگه کسب میبود، چون که باید قربت به الله تعالی. مسئله صف آیا برای پدر دادن ممکن می نمی جای حکومت نتیاد میگن اکثر علما. یعنی تو در صفی پیش استودی پدر در صفی دویم، اجازت است که برای پدرت صفی پیشتی نه. ها در автобус، در مارشروتکا، در معرکه بله جات پدرت بته، دیگرای هم ته خاکساری است، خوب است، لیکن در قربت نه. این درست فهمید. در کارهای خیر سخی، در پول و مال سخت. خواهید که به مردم نیکی کنید، پول تهید به مردم. بله